بعد یه عالمه تحقیق بالاخره این چراغ‌ها رو خریدم، ولی دوستان میگن تو دیوونه‌ای برای چراغ اینقدر هزینه کردی. این چراغ تحت لیسانس اروپای 80000 لومن خروجی نورش، 12 تا لامپ پی 70 داره که تا 1150 متر مثل روز روشن میکنه. قسمت سریش مثل گارد گوشی جدا میشه که کارش محافظت از چراغ است و با یه کابل تایپ سی هم شارژ میشه. داخلش کاملا از مس ساخته شده و یه فن خنک کننده پرقدرت داره که این چراغ وقتی روشن میکنین براتون خنک کنه، چون 80000 لومن خیلی زیاده. کلی هم لوازم همراهشه، یه شارژر 100 واتی پرقدرت، یه کابل تایپ سی، یه دفترچه راهنما که همه چیزو توش توضیح داده و یه آچار آلن و یه فن یدک که اگه فن خود چراغ خراب شد از این فن یدک به جای اون استفاده کنین که خیلی جالبه. این چراغ تنها چراغ فنداریه که ضد آب 100% و میتونین کامل بذارینش تو آب و هیچ اتفاقی براش نیفته. دقیقاً همونه که منو مسخره میکردن وقتی نور این چراغ رو دیدن عاشق شدن. وقتی کمپ و طبیعت میرن اولین نفر به من زنگ میزنن، ولی من باهاشون نمیرم چون خیلی نور پرستن. این چراغ به 80000 لومن خروجی نورشه، پرتاب نورش تا 1150 متره، وزنش هم فقط 1300 گرمه که نسبت به چراغ‌های لومن بالا خیلی سبک‌تره. اگه تو هم عاشق این چراغ